میان تو دیوار آگهی میذارن که ماشین اجاره میدیم و خونه اجاره میدیم. بعد وقتی که زنگ میزنی ببین میخوام تماس بگیرم بهشا، ببین چی بهت میگن، تو رو خدا برای دوست آشنا بفرستین، مسافر میاد شیراز، آبرو شیرازمون رو نبرن، بیانه میگیره بلاک میکنه. بیا شماره رو بنداز. بترسید از ملتی امام حسین، اینا که پیشوازشون اینا ها. سلام خانم، خسته نباشی. خوبی؟ جسارتاً آگهی گذاشته بودید برای اجاره ماشین تو شیراز. خواستم ببینم چه ماشینایی هست. چه ماشینی میخواین؟ ما 207 میخوایم. 207 اوکی. اجاره روزانه‌اش چنده خانم؟ اجاره روزانه‌اش برای چند روز میخواین؟ برای 3-4 روز. نگاه روزانه 1500 ولی چون 3 روز به بالا میخواین روزی 1 تومن میزنم براتون. مگه اینا زیر نظر اتحادیه نیست قیمت‌ها؟ چجوری تخفیف نه میدید؟ تخفیف بدیم. تخفیف بدیم. خب کجا ماشین رو بهم تحویل میدید؟ میام در منزلتون. ها یعنی تو لوکیشن من. خب من آدرس رو بفرستم پس براتون. بله فقط زحمت بکشید که 50% مبلغ رو برام واریز کنید بیانه. خب نمیشه همشو همون تو لوکیشن من براتون جابجا میکنم. نه متأسفانه من مشتری دارم، ممکنه حالا ماشین رزرو بشه زودتر. شما اگر که حتمی هست حتما واریزی رو انجام بدید، بهم پیام بدید تا براتون ماشین بیارم. خب باشه شماره کارت بفرستید من جابجا میکنم. باشه الان براتون منتظر باشید. باشه مرسی خدا. گرفتی چی شد؟ میخواد پولو بگیره بلاک کنه. آقا اگر مسافری میای شیراز، میخوای ماشین بگیری شیراز رو بگردی، یا اصلا شیرازی میخوای یه ماشین اجاره کنی بری مسافرت دم عیدی، از جای معتبر ماشین بگیری، جایی که دفتر حضوری داره، تو آدرس شیراز، میدون پارسه، دفتر اجاره خودرو امپراتور رنت، زیر نظر اتحادیه با قرارداد ماشین رو نشونتون میده، تحویلتون میده، با 1-2 میلیون تومان 207 با 3-4 میلیون تومان ماشین خارجی بهتون اجاره میدن. بعد باهاتون قرارداد می‌نویسن، با خیال راحت ماشین رو میگیرید میرید به سلامت. نذارین 2 تا آدمی که اصلا ماشینش هم نمیبینی دفترم نداره جیبتو خالی کنه. روزی 10 نفر 10 تا 1.5 بگیر، روز 15 میلیون تومان دارن کار میکنن، پیگیری هم نمیشه متاسفانه. دست به دست کنید جلوی اینا رو بگیرن.